بله، این خلاصه‌ای بود از آنچه که ما از استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر آموختیم و یاد گرفتیم در برنامه گذشته. ببینیم نوبت به پرسش کدومی که از سوالات شما تو این برنامه میرسه و پاسخ‌هایشان چی هست. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. مخلص شما هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، قبولی طاعات، عبادات، تلاش‌هایی که در جهت تعلیم و تعلم انجام میدن. این کار شما باعث میشه که محبوب خدا بشید. پیغمبر فرمودن طلب العلم فریضة علی کل مسلم الا فان الله یحب بغاة العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه. آگاه باشید خداوند طالبان علم رو دوست می‌دارد، جستجوگران علم رو دوست می‌دارد. کسی دنبال علم باشه که از راهاش همین پرسش پاسخی که با پرسش پاسخ انسان وارد گنجینه‌های علوم میشه، خدا این جستجوگران علم رو دوست می‌دارد و محبوب خدا میشن. یه سوال من از دوستان بپرسم، همیشه وانا نیست اونا از ما بپرسن، این که فرمود طلب العلم فریضة علی کل مسلم، فریضه این واجب عقلیه یا واجب شرعیه یا هر دو؟ معنیشو بگین کامل و بعد دوباره بپرسین. همین که میگه که دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه، زن، مرد، کوچک، بزرگ، حد نداره. سوال ما این بود که این واجب عقلیه، این عقل میگه واجبه، مثل خدا شناسی که خود عقل میگه این شناخت معرفت خدا واجبه، یا شرع میگه مثل این که مثلا شکیات نماز چیه. اینجا دیگه عقل راهی نداره. یا هر در ما خودمون جوابش هم دادیم. بله فکر کنم دادیم. آره. نکته دوم این که تو قرآن یه آیه داریم که خدا میگه که پیامبر به اینها بگو که اگر میخواید که محبوب خدا بشید، اگه خدا رو دوست دارید از پیامبر اطاعت کنید، به دستورات دین عمل کنید تا شما محبوب خدا بشید و خدا گناهان شما رو ببخشه و گناهانتون هم بخشیده بشه. آیه‌اش رو دوستان پیدا کنن تو قرآن که ترجمهش این بود که پیامبر به اینها بگو اگر راست میگید خدا رو دوست دارید، از پیغمبر و از دین اطاعت کنید تا شما محبوب خدا بشید، تا خدا شما رو دوست داشته باشه و گناهاتون رو هم ببخشه. خیلی خوب. به شاگردایی که جواب درست میدن جایزه هم میدین؟ ما حرف نداریم. بله. خب پس دیگه استاد براتون جایزه هم در نظر گرفتن. پاسخ یک دو سوالی که مطرح کردن رو بفرمایید. همین 3720 ان شاء الله تو برنامه‌های بعدی مطرح کنیم. مثلا سوال اول تقریبا ما جوابشو دادیم. خب اون دیگه جایزه نمیدین؟ نه. نه حرف نداریم. جایزه قابل دوستان نداره جایزه. سلامت باشید. خب بپرسیم سوالاتشون رو. بله بفرمایید. یه ذره اونا سوال کنن، شما دارید سوال میکنید. خب گفتن که من دیگه سلام و احوالپرسی اینا رو نمیخونم، یه جا بابت همه سلاماتون علیکم و سلام و رحمت الله و ممنون بابت همه محبتی که دارید و دست نوازی که به سر روی برنامه خودتون میکشین. خدا کنه قابل این همه تعریف تمجید باشیم. و راستی چند بار میخوام بگم آقای حسین زاده برای من فرستادن، فراموش میکنم. از منم انتقاد کردن که خیلی حرف میزنی وسط صحبت کارشناس، خیلی حرف میزنی و اینا، میشه کمتر حرف بزن که چشم به روی چشم. الان یکی دو هفته‌ای که دارم تلاش خودمو خیلی دارم میکنم که کمتر حرف بزنم. شما هم دعا کنید بلکه اتفاق بیفته. گفتن که مراتب و مراحل سلوک الی الله رو توضیح بدین و اینکه چه اعمالی لازم داره. اینو از دو منظر میشه نگاه کرد. یه منظر عوام و عموم مردم، خودمونی، و که من عرض میکنم که اول دو کار انجام بدن دوستان. یک، ایمانشون رو ریشه دار بکنن. ایمان مستقر بشه، ایمان برهانی و مستدل و ریشه دار بشه، حتی ایمان قلبی بشه، باور قلبی داشته باشن. دو، سه کار رو انجام بدن. یک، واجبات رو خوب انجام بدن، حالا مستحبات باشه طلبشون، محرمات رو ترک کنن، مکروهات باشه طلبشون، اخلاقشون هم خوب کنن، مکارم اخلاق رو هم به دست بیارن.
این سه کار، این سه گام بله. خیلی هم مشکل نیست. آقا امیرالمومنین السلام فرمودن اگه کسی این سه گام رو برداشت، اداء الفرائض و الاجتناب عن المحارم و الاشتمال علی المکارم، دیگه لا یبالی اوقع علی الموت او الموت یقع علیه. بعد فرمود والله لابن ابی طالب لا یبالی اوقع علی الموت او الموت یقع علیه. اینکه این سه گام رو برداشت دیگه باکش نباشید، دیگه به مقصد رسیده. این همون مضمون سوره مبارکه عصر. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. الذین آمنوا. جنس انسان زیانکار، زیان نه زیان بلکه زیان فاحش، بلکه این کسی که سود و سرمایه همه رو از دست میده، چون خسر با ضرر فرق میکنه. بله. در ضرر فقط سود از دست میره، در خسران سود و سرمایه هر دو از دست میره. الا الذین آمنوا که من عرض کردم و عملوا الصالحات. عمل صالح همین سه تا بود که من عرض کردم. حالا اون تواصی به حق و تواصی به صبر، اون در واقع نمونه‌ای که از مصادیقه، یعنی در واقع ذکر خاص بعد از عام از باب تاکید. این راه عموم که برای همه باز هست و هیچ مشکلی هم نداره و دردسری هم نداره. حالا واجبات و محرمات رو از رساله توضیح المسائل بگیرن، مکارم اخلاق رو هم از مثلا کتاب مراقبات مرحوم جواد آقای تبریزی بگیرن، یا از کتاب اقبال الاعمال سید بن طاووس مثلا، یا مصباح المتهجد یا جمال الاسبوع، از این کتاب‌ها، یا همین خود مفاتیح. بله. پس آداب و اخلاق رو از اینا بگیرن، اون واجب و حرام رو هم از رساله توضیح المسائل. اما اگه کسی بخواد دنبال اون راه خواص باشه که تحت عنوان عرفان و سیر و سلوک ازش یاد میشه، خب آقایون تا 25 گام گفتم باید برده، 25 مرحله توی رساله 25 سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم 25 گام رو اونجا طراحی کرده. یا اون کتاب لب اللباب مرحوم علامه تهران سید محمد حسین حسینی تهرانی، اونجا 25 گام رو برای سیر و سلوک تو لب اللباب معرفی کردن. ما بخوایم فشردهش رو عرض کنیم خدمت دوستان، چند کار باید انجام بدن. یک، توبه که این ظرف نفس پاک بشه، که ما چی توش بریزن ظرف آلوده نباشه. دو، هر روز صبح با نفسش شرط و شروطی رو داشته باشه. نفس خداوند روزی یک روز تازه رو برای تو مقدر کرد، امروز روزیش شد که باید زنده باشی. بالا غیرتا گناه نکن، حق نداری گناه بکنی، واجبات باید انجام بدی و وظیفات باید انجام بدی و اون چی که باید شرط کنه. نکته این که در طول روز مراقبش باشه، مثل شریکی که به شدت شریکش رو میپاد که یه وقت سرش کلاه نذاره. بله. نفس رو کاملا زیر نظر داشته باشه، مراقبت کنه که سرش کلاه نذاره. از آقا امیرالمومنین پرسیدن که شما چیکار کردی به اینجا رسیدی، به این مقام رسیدی؟ در خونه قلبم نشستم. کنت بوابا عند باب قلبی. آره. مثلا دم در قلبش بنشینه، دم در عقلش بنشینه، دم در رفتارش کردارش بنشینه و مراقبت کنه که بیگانه وارد وجودش نشه. در طول روز این مراقبت باید باشه. آخر شب که شد، قبل از خوابیدن بیاد نفس رو به حساب بکشه. چرا فلان جا نگاه کردی؟ چرا فلان حرف رو گفتی؟ چرا فلان حرف رو نگفتی؟ چرا فلان کار انجام ندادی؟ خلاصه نفس رو به حساب بکشه. اگه کار خوبی کرده، خب از خدا شاکر باشه، شکر خدا رو به جا بیاره. اگه کار بدی کرده، نفس رو مؤاخذه بکنه، معاتبه سرزنشش کنه، تنبیهش کنه. به خیلی خوب، حالا که فلان غذای شبهناک رو خوردی، فردا باید روزه بگیری. حالا که فلان حرف بی اساس رو گفتی، امشب باید نماز شب 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه. دیگه چی؟ یعنی غیر از روزه و نماز شب و اینا فرق نمیکنه، تنبیهش کنه. یه چیزی در نظر بگیره، مثلا جایی رفتی که نباید میرفتی. آره. حالا منم تو رو محروم میکنه از اون که خیلی اشتها داری بهش، خیلی دوستش داری، اون غذایی که دوست داری، اون فردی که دوست. یعنی نفس رو باید یه تنبیهی براش خلاصه در نظر. معاتبه، مؤاخذه، تنبیه، کیفر دادن. این البته یک گام دیگه هم بود که یقظه بهش میگفتم، اونو دیگه من نگفتم.
پس توبه یغزر هم اضافه کنن دوستان، مشارطه، مراقبه، محاسبه که خیلی تو روایات ما سفارش شده، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. بعد هم اگر خلافی کرده بود اونجا تنبیه و معاتبه و کیفر. این از اون 25 گام ما خلاصه کردیم توی 4-5 تا، وگرنه اونا دیگه حالا ورد و استاد و نمیدونم چیز دیگه خیلی مفصله که ورودش شاید همون کتابای گفتم دوستان بخونن. خیلی ممنون. دوستا کتاب معرفی کردم. بله بله. که لب و لباب بود، که رساله منسوب به علامه بحرالعلوم بود، سیر و سلوک، و خود مراقبات مرحوم میرزا جواد تبریزی هم کتاب ارزشمندی است. بله خیلی ممنونم استاد. می‌خواستم سوال بعدی بپرسم ولی فکر کنم باید بریم یه سری به آقای حسین زاده عزیز بزنیم ببینیم چی برامون در نظر گرفتن و یه استراحتی کوتاهی هم شما بفرمایید، برگردیم بقیه سوالاتون بپرسیم. بفرمایید. به نظر شما خدا چه گناهی رو نمیبخشه؟ این سوالیه که یکی از شما پرسیدین، لطف داشتین البته، و استاد الان پاسخ میدن. اون چه در قرآن ما داریم اینه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو نمیبخشه، نمیآمرزه، غیر شرک رو از هر کس بخواد میبخشه، هر کس رو بخواد میبخشه. این نص قرآن هست که در سوره مبارکه نساء بکنم 2 بار اومده باشه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما اینجا هم باید چند تا نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که حالا کسی از شرک توبه کرد بازم خدا نمیبخشه. چرا؟ از گناهان دیگه توبه نکرد، از گناهان کبیره عرض میکنم، بازم خدا میبخشه؟ نه خیر. اگر بخواد میبخشه، چرا بخواد نخواد ببخشه؟ مشیتش میگه نه این نباید بخشیدش، این شایسته بخشیدن نیست. مطلب بعد این که اگر انسان از گناهان کبیره پرهیز کنه، باز حرف قرآن اینه که اگر شما از کبائر پرهیز کردید ما کوچیکا رو میبخشیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از کبائر پرهیز کردید ما سیئات که گناهان کوچیک باشه رو میبخشیم. پس گناهی که اصلا بخشیده نمیشه، منتها اصلا بخشیده نمیشه با این قید بدون توبه، اون شرک، اون اصلا بخشیده نمیشه. گناهانی که ممکنه بخشیده بشه گناهان کبیره هست. حالا این ممکنه بخشیده بشه آیا فوراً خدا میبخشه یا نه؟ بعد از 10,000 سال جهنم بودن ممکنه اون وقت خدا ببخشه. بعد از شفاعت، اونم شفاعت هم در آخرین مرحله قیامت، ممکنه خدا ببخشه. بعد از اینکه اگه توبه کرد انسان که خب با توبه ما کلا گناهی نداریم که با توبه بخشیده نشه. همینطوره. توبه همه گناهان رو پاک. توبه مکفر مطلقه، هیچ گناهی رو باقی نمیذاره. بقیه گناهان نه، گاهی ممکنه که بدون توبه هم بخشیده بشن، ولی اون گناه کبیره جزوش نیست. چرا گناه کبیره؟ شرک جزوش نیست. نه شرک جزوش نیست. شرک خدا قطعا نمیبخشه. غیر شرک رو اگر بخواد مشیتش تعلق بشه، این مشیت هم حکیمانه هست، خیلی از جا حکمت اقتضا میکنه این گناه بخشیده نشه. خیلی از جاها حکمت اقتضا میکنه، مثلا کسی اومده امام به شهادت رسونده، اگه فرض کنیم که این مشرک نبود که مشرک بوده 100% مشرک بوده، بر فرض که حالا اگه مشرک هم نبود، اینجا حکمت اقتضا میکنه که شخص بخشیده نشه، تو جهنم جاودانه بمونه. یه نکته دیگه عرض بکنم خدمت دوستان که خب این عمومات مثل همین که غیر شرک خدا میبخشه، مخصص هایی دارن که اون مخصص ها میاد این عامو تخصیص میزنه. مثلا فرض کن که ما در قرآن داریم که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وله عذاب مهین تا عذاب علیم. بازم ادامه داره، کسی مؤمن بیگناهی رو بکشه در جهنم جاودانه خواهد ماند. شرک هم نبود ها، اینم خدا نمیبخشدش، هم تو جهنم جاودانه خواهد بود، همین که عذاب علیم خواهد داشت. و چند جمله دیگه. خب این تخصیص میزن اون قاعده رو که غیر شرک رو خداوند حتما میبخشه یا میبخشه. نه اینجا نمیبخشه، اینجا یقینا نمیبخشه، چون گفت که در جهنم جاودانه خواهد
از این مخصص ها وجود داره که اون قاعده کلی که عرض کردیم رو تخصیص میزنه. یه سوال خیلی بزرگی پیش میاد اینجا با توجه فرمایشات شما. میدونم الان دیگه مردم دارن میپرسن، من پیش دستی کردم زودتر بپرسم، امیدوارم محکوم به این نشم که زیاد حرف میزنی. ولی این که بالاخره گناهان کبیره چند تاست، کدوم هاست؟ علما نظراتی هم داشتن راجع به گناهان کبیره، ولی اون چند تاش که بخوام بگیم دیگه خیلی بزرگه و جزو اون اساسی هست، کدوم هاست؟ شرک از 3 تا شروع میشه تا 70 تا میره. اون کتاب گناهان کبیره شهید دستخیل کتاب خوبی است، مطالعه کنن. بزرگترین گناهان همین کفر و شرک یکیست. عرض کنم که قتل نفس بیگناه یکیست، عاق والدین، تعرض بعد الهجره که انسان از جامعه اسلامی به خاطر اینکه انقلاب نمیپسنده بره جایی که اونجا خوشگذرانیش بیشتره، مثلا فرض میتونی بی حجاب باشه، میدونم چی باشه، این تعرض بعد الهجرت اسمش. عجب. در صدر اسلام جوری بود مثلا کسانی از مدینه بخوام برگردن برن مکه، از مکه هجرت کردن به مدینه، دوباره برگردن برن اعرابی بشن. و خدمتتون هست آقا والدین رو گفتم. گناه دیگری که جزو گناهان کبیره حساب میشه سحر از گناهان کبیره حساب میشه. زنا، لواط، اینا از گناهان کبیره حساب میشه. غیبت، تهمت، اینا جزو گناهان کبیره حساب میشن قطعا. منتها چند تا نکته دوستان باید توجه داشته باشن. پناه بر خدا. نکته اول این که این کبیره و صغیره بودن نسبیه، مطلق نیست. مثلا فرض کنید که اگر ما نگاه تند به مؤمن کردن رو گناه داریم، گناه که انسان بخواد به یه مؤمن با نگاه تند و غضبناک نگاه کنه، مقایسه کنیم با زدن مثلا دستش شکستن، کتکش بدن دستش بشکنه، با کشتنش. اون دست شکستن نسبت به نگاه تند میشه کبیره، نسبت به قتل میشه چی؟ صغیره. این همین یک گناه. آره. نسبت به بالاترش میشه صغیره، نسبت به پایینترش میشه چی؟ دقیقاً کبیره. مثلا فرض کنید که بوسیدن یک نامحرم شما در نظر بگیرید. نسبت به نگاه به نامحرم میشه چی؟ کبیره. نسبت به زنا چی میشه؟ صغیره میشه. گناه کبیره و صغیره نسبی است با توضیح که دادم. نکته بعد این که چطور میشه گناه کبیره رو شناخت؟ بهترین راهی گفته شده که کاربردی نیست که در عمل بشه انسان ازش استفاده کرد. کاربردیش اینه که اون گناهی که در قرآن یا روایت معتبر براش وعده عذاب داده شده، اون گناه کبیره. قرآن گفته هر کسی این کارو بکنه جاش تو جهنمه. این میشه گناه کبیره. مثل همین شرک، مثل همون قتل نفس که گفتیم که وعده آتش داده شده. اونایی که وعده آتش داده نشده اینا گناه صغیره. یا اینکه برای اون گناه وعده آتش داده نشده اما مقایسه شده با یه گناه کبیره، بعد گفته این گناه از اون گناه بدتره. مثلا فرض کنیم که راجع به غیبت وعده آتش داده نشده باشه، برای زنا وعده آتش داده شده، ولی غیبت با زنا مقایسه شده و گفته شده غیبت از زنا بدتره، الغیبت اشد من الزنا. بله. غیبت هم میشه گناه کبیره با اینکه وعده آتش هم داده. این از این دو راه میشه کبیره و صغیره بودن رو پیدا کرد. نکته بعد این که این صغیره ها هم با یه عواملی تبدیل به کبیره میشن. مثلا اصرار بر صغیره گناه کوچیک رو بزرگ میکنه. آره اینو یه سوال بزنم. اون کسی که امکان مثالی که زدیم، اون کسی که امکان کشتن داره، میتونه کسی رو بکشه اما نمیکشه، مثلا او رو میزنه، مثلا این در واقع صغیره انجام داده، درست متوجه. اما یک کسی هست امکان کشتن نداره، بالاترین کاری که میتونه بکنه زدنه و میزنه، اینجا این زدنه دیگه مثل اون قبلی صغیره نیست، اینجا کبیره. نسبی دیگه.
میگم این درست متوجهم اینجوری حساب بله، میشه. میشه نسبی، همون که گفتیم ما بله. مثال ما روشن‌تر بود، اینا میشه نسبی. گناه نسبیه نسبت به کسانی که قدرت کشتن دارند و نمیکشن فقط میزنن میشه صغیره، نسبت به این که نداره میشه کبیره. یکی از عواملی که گناه صغیره تبدیل به کبیره میکنه اصرار هست. در روایت داریم که لا کبیرة مع الاستغفار ولا صغیرة مع الاصرار. با توبه کردن و استغفار کردن گناه کبیره باقی نمیماند، حتی شرک، و با اصرار هم گناه صغیره باقی نمیماند، همه گناه صغیره تبدیل به کبیره میشن. چنانکه تجاهر به گناه هم گناه صغیره رو کبیره میکنه. یه وقت خانمی تو خونه خودش از نامحرم خودشو نمیپوشه، حجاب مراد نمیکنه. اگه فرض کنیم این گناه صغیره باشه، همین خانم بیاد تو خیابون حجاب مراد نکنه 100% میشه کبیره. این حریم شکنی آشکار میشه کبیره. که مثلا تو خونه خودش داره موسیقی گوش میکنه یا تو ماشین خودش موسیقی حرام داره گوش میکنه. اگه فرض کنیم این گوش کردن موسیقی گناه صغیره باشه، وقتی صداش انقدر بلند میکنه که تا 50 متر طرفتر هم صدای ضبط ماشینش میاد، 100% میشه گناه کبیره. پس تجاهر به گناه، یا کسی که هر روز این کارو میکنه، اصرار بر صغیره بعد داره، اصرار عرض کردم، اینم باز میشه کبیره. آره دیگه اصرار عرض کردم که اصرار نکته اول بود، الان تجاهر. بله. که بخواد گناه آشکار انجام بده، خود این آشکار انجام دادن گناه باعث میشه گناه کوچک بزرگ بشه. چنانچه عالمان انجام دادن باز گناه رو بزرگ میکنه. از اینا مهمتر اینه که انسان گناه رو کوچک بشماره. همین گفت این گناه که مهم نیست، کوچیکه میشه گناه کبیره. این خیلی ها میگیم مثلا یه کسی به کسی میگه آقا نکن گناه، بابا این دیگه گناه حساب نمیشه، الان دیگه مثلا زمانه عوض شده، اینجوری شده، این دیگه جزء گناه ها نیست، این خودش پس میشه گناه. خود این که انسان گناه رو کوچیک بشماره، چون نافرمانی خدا کوچیک نیست که. راست. این حال 2 تا تار مش بیرون باشه چه اشکال داره؟ این که خیلی مهم نیست. یه وقت گناه کوچیک نمیشماریم، خب گناه هست و نباید این باشه. در این حال حالا مثلا بیرون انداخته برخی از ماهاش، یه وقت نه میگه که مهم نیست، نافرمانی خدا مهم نیست، خدا گفته همه چیزو بپوش، وقت تو نمیپوشی مهم نیست. نافرمانی خدا بزرگه، کبیره هست، بنابراین کوچک شمردن گناه خودش گناه رو کبیره میکنه. این علی کوتاه تا کمتر از دقیقه، اینی که میگن دیگه الان عرف شده، حالا اینقدر قبلا قبیح بود الان دیگه قبیح نیست، به عرف نگاه میکنه. عرف میتونه معیار باشه؟ نه خیر، عرف نمیتونه حلال خدا رو حرام کنه دیگه. در قرآن وقتی چیزی بله، یه وقت اون از یه جهت دیگه میگن اینا عرفشون این تیپ لباس پوشیدنه. اون چیزات بادیه نشین ها، بله. ایلاتیا لباس خاصی دارن دیگه. تو اون عرفی که اونا دارن مثلا بخشی از موشون هم ممکنه پیدا باشه. فقها اونو گفتن، نه اینکه در شهر مثل تهران که این عرف نه ایلاتی که نیست اینا. نه این که الان داره اتفاق میفته که اصلا هیچ اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد واقعا. بر خدا. خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه، مثل همیشه استفاده کردیم و حظ بردیم. عوامل نیست، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. هر سوالی به ذهنتون میاد مطرح بکنید و انشالله دوستان من دستاوردی میکنم و تو برنامه‌های آتی از محضر استاد میپرسیم با افتخار. مراقب خودتون باشین. 3720 پیام کوتاه 162 هم شماره عمومی سازمان ابراز نظر یادتون نره. بازم ممنون از همه لطف و مهربانیتون. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنون.